نمیدونم الان تو چه وضعیتی هستی، اما یک چیز رو میدونم. یک سری مشکلات دور و براتو جمع شدن. فکر نکن تو تنها فرد روی زمینی همچی اتفاقی برات افتاده یا اینکه احساس کنی شخص ضعیفی هستی. برای همه ما این اتفاقات میفته. اما میخوام یک راه بهت نشون بدم، یک روش بهت نشون بدم. دستتو رها کن از همه مشکلات، فکرتو آزاد کن و بگو خداوندا از دست من هیچ کاری بر نمیاد. نه اینکه تسلیم بشی و شکست رو بپذیری، بلکه بگو خداوندا این مشکلات رو روی دستام میارم به حضورت و به دستانتو میسپارم. اگر این درخت زندگی من در حال خشک شدنه، باور و ایمان دارم که تو میتونی یک بار دیگه اون رو آباد کنی.